دوستان عزیز درود میگوییم به هر یک شما و امیدوار هستیم که خوب و سلامتید. البته ما اینجا یک مهمانی بسیار هم دوست داشته ترین یک هنرمند، یک صنعتکاری که البته با همین هنر خود، با صدای خود، با سیمای خود، با همین ترانه های جذاب خود در قلب هر یک ما و شما جای گرفته است، در برنامه خود دعوت کرده ایم. و امروز ما صحبت داریم با یکی از هنرمندان مشهور ستاره افغان، ولی اینجا تشریف آوردن. شما را به دوشنبه گلبسر و گلبدامان خوش آمدید میگویم باری دیگر. تشکر. خیلی خوشحال هستم که در شهر زیبای دوشنبه هستم، کشور زیبایی که میتونم من وطن دوم آدم. واقعا بسیار خوش هستم که به حضور شما هستم. زنده باشید. و پوشیده نیست که ما و شما از تبار آریایی و همزبان هستیم. دید و نگاه شما به دوشنبه عزیز چگونه هست؟ 11 سال شد فکر کنم، نه 11-12 سال شد که من در دوشنبه نبودم و نظر من است که واقعا خیلی پیشرفت کرده. زیاد خوشحال هستم. هیچ توقع نداشتم که اینقدر زود به 11 سال این کشور پیشرفت بکنه و خیلی خوش هستم که اینجا هستم. سلامت باشید، زنده باشید. و میگفتید که همین میان هنرمندان ایران، افغان و تاجیکستان همکاری به نظر شما میرسد یا که شما خود همکاری دارید با یگام سراینده تاجیک؟ در آینده حتما فعلا صحبت می داشته باشیم که انشالله دست جمعی چند تا آهنگ جور بکنیم. ما هنوز اعلان نکردیم با چند تا هنرمند تاجیکی. دیگه ببینیم انشالله در آینده حتما، چرا نه، خیلی خوشم میباشم. هر یک صنعتکار ایدئالی خود رو دارد و در این مورد ایدئالی شما کی بود؟ ما ایدئال نداشتم. ثبتی که ما داشتم به چی اینا، ما همه دوست داشتم، همه دوست دارم. هنرمندای افغانستان، ایران، تاجیکستان، اما کسی نبوده که بگم می ایدل ما بوده باشه. خیلی که حاضر در بالا قید نمودید، گفتید که در آینده با همکاری میکنم با صنعتکاران تاجیک، درست است؟ بله. خب بیشتر با کدام صنعتکاری تاجیک همکاری کردن میخواهید؟ اون دیگه یک ذره خصوصی باز ان شاءالله در آینده حتما اعلان میکنیم. نام خدا بسیار صنعتکارای بسیار خوب دارین شما اینجا. واقعا نه تنها که کشور تاجیکستان پیشرفت کرده که موسیقیش هم بسیار پیشرفت کرده و خوش است آدم وقتی اینجا میبینه. تشکر. خب اینجا با اجازت شما یک چند سوال غیر عادی میدهم. من در راه انتخاب کرده خود مقصد شما ستاره بودن بود یا که با همین راه میخواستید ثروتمند شوید؟ مقصد من از اول موسیقی رو به عنوان یک هابی پیش بردم. فکر پیسه اینا هیچ نبودم و دوست داشتم که یک ستاره باشم و فکر کنم 2007 که تور اول خودش شروع کردم، او برای من نشان داد که 2008 کلانترین کنسرت ها رو پیش بردم. دیگه به عنوان یک هابی پیش میبرم، یعنی چیزی نیست که بگم شغل است که از زندگی میکنم یا چی اینا. آیا برای دستگیری احتیاجمند کمک و یا عموما در راه خیر و ثواب سهمگذار شده اید یگان بار؟ واقعا همیشه باعث میکرد که همیشه ما کمک بکنم. به نظر من مهمترین چیز است که آدم همیشه خیرات کنه، همیشه پیسه برای کشورهای قریب، مثلا آدمای قریب، اینا باید فکر کنم این بیشترین ثواب میکنه و ما همیشه این کار میکنم و دوست دارم در آینده هم این کار ادامه بدم. خب اینجا سوالی به میان می آید که به عقیده شما همین صنعتکاری اصلی بودن این هنری خداداد است یا که از مکتب موسیقی باید گذشت؟ آدم باید یک چیزی است که تالنت باید آدم داشته باشه، همین استعداد داشته باشه که یک کار درست پیش ببره، یعنی باید خونش باشه، نه؟ و معلومدار است مکتب هم باید آدم درست همون چیز پیش ببره. من فکر میکنم که بیننده های عزیز ما بسیار هم میخواهند که یک چند مصرع زمزمه سرودی آهنگ خود را از زبان خودی ولی بشنوند و از شما خواهش میکنیم بهر بینندگان، بهر مخلصان خود یک چند مصرع همون سرودی که به خود شما پسند است زمزمه کرده باشید. خدا چی بگم برایتان، آهنگای خود من همگی دوست دارم.
چیزی که آهنگی که از من همیشه میشناسن، لب دریا بیا تک و تنها بیا، سر تا شیخ شدم بیا بیا. سلامت باشید، زنده باشید. بگذار صدایتون خسته نباشد. سلامت باشید. تشکر. خب اینجا سوالی به میان میآید که کدام از آرزوهایتان عملی شدند و باز کدام نقشه و نیت‌های اساسیتان در نیمه راه است؟ آرزوی من است که همیشه خداوند هرچی خواستم آرزوی من، یعنی کمک کرده همراهیم که با آرزوی خود من برسم. آرزوی من است که سلامتی مهمترین چیز است، که همین سلامتی خوب آدم داشته باشه باعث پیشرفت آدم میشه و دیگه چیزا، همه چیزا جور می باشه. و انشالله سر آلبوم جدید خود کار میکنم که یه آلبوم انشالله به خوبی و به زودی انشالله با بازار بیه و ایره جور آهنگای خود پخش کنم که تمام تاجیکا، افغانا، ایرانی ها اینا بشنون. تشکر، زنده باشید. و چه خیلی که خود شما قید نمودید، گفتید که میخواهید به نزدیکی آلبوم خود رو پیشنهاد کنید. بله. و اینجا برای ما سوالی به میان میآید که از طرف انا همین مخلصان شما، چون که مخلصانتان هر یک سرود شما رو، هر یک ترانه شما پیگیری میکنند، اینجا سوال میتونند که برای چی ولی در یک سال یک یا که دو ترانه تولید میکند؟ آیا شما باز از همین هنرمند بودنتون به دیگر کار، به دیگر شغل مشغول هستید یا که نه؟ آهنگای من میفهمن که از من همیشه انتظار دارن مردم که آهنگایی هم که ما در بازار میدم آهنگایی باشه که کاملا مختلف باشه و کاملا فرق کنه از آهنگا دیگه و انتظارها بسیار بالاست نه. و یه باید همیشه ما ترتیبات بگیریم برایشان که دل کسایی که مخلصای هنرمند هستن اونا دلشان نشکنم. و گفتم که موسیقی به عنوان یک هابی من پیش میبرم و مقصود دیگه بیزنس های خود اونجا میباشم. خب اینجا از بیزنس سخن کردید، کدام نمودی بیزنس شما مشغول هستید؟ من فعلا یک دونه رستوران و هوکا لاونج دارم و 3 تا هتل دارم. هتل های بسیار کلان است. در کدام کشور، در کدام در دولت؟ جرمنی و در شهر زیبای، دو تایش در شهر زیبای هایدلبرگ است که شهری است که بهترین فکر کنین دکترای دنیا اونجا دارن. یک شهر بزرگ، یعنی بیشترین توریست تمام آلمان از نگاه کلانیش هایدلبرگ داره. حسابی اونجا مشغول هستم و یک هتل لگیم در نزدیک ایرپورت فرانکفورت است، دارمشتات، و زیاد مشغول همی کارا هستم. بهتری اینجا از گفته شما برمیآید که ما فکر میکنیم که وقتی مخلصان شما به انا همون شهری شما گفته تشریف آورن در هتل شما، البته شما مهمان پذیری میکنید ما رو، چرا نه؟ نه حتما واقعا. سلامت باشید. خب در اتمام برنامه من بسیار میخواستم که برای تمنیات شما برای مردم تاجیکستان، برای مردم افغانستان، برای تماما برای آریای نژاد چی است؟ مرحبا. مسیج می باشه که همیشه با هم همبسته باشند، قدر همدیگرای خود بدانند، مخصوصا قدر این کشور زیبا را بدانند. این نظر من پایتخت موسیقی دوشنبه، پایتخت موسیقی دری زبانان، فارسی زبانان می باشه و واقعا یک شهر دوست داشتنی و در کنسرت ما بیان. اتفاقا امشب یک پروگرام دارم و سبا در کاخ سروش کنسرت ما می باشه. کوشش کنید در کنسرت ما بیاین که مخصوصا هنرمندان بیان که من اینجا همراه پرودوسرم هم اینجا می باشم و انشالله با ارکستر خوب اینجا میتونن موزیک چی میگن لذت ببرن از موزیکی که او طرف پلی میشه و اینا. اینجا هنرمندایی که اینجا هستن دعوت می باشند. من همراه برنامه گذار من نمبرهایشان ندارم
برنامه‌گذار ما با تماس باشن. خوش میشم که همه گیره ببینم. خب تشکر. و اینجا بسیار یک سوال دیگر میخواستم از شما پرسم که چخیلی که قید نمودید تشریف شما به دوشنبه به تاجیکستان باری اول نیست، درست است؟ بله بله. باری دوم یا که سوم است. وقتی به فکرم شما کنسرت در دوشنبه آمدید اشتراک کردید، به فکر من سالهای 2011 بود. بله. خب نگاه شما وقتی شما سال 2011 به دوشنبه آمدید، نگاه شما برای وطن، برای همین دوشنبه پایتخت ما تا انا 2023 چگونه است؟ تغییرات پایتخت، تغییرات شهر چگونه است از نگاه شما؟ اصلا باور نمیکردم که تاجیکستان اقتصاد پیشرفت کرده باشه. یعنی هیچ فکر نمیکردم. اگه میفهمیدم من حتما زودتر اینجا می آمدم و واقعا خیلی خیلی خوش هستم. واقعا پیشرفت کرده. هیچ کمبودی در این شهر من نمیبینم و واقعا کسایی که اینجا مسئول این پیشرفت بودن واقعا آفرینشان و این باید بیشتر نظر ما باید تبلیغات شود که به خارج از کشور که مردم بفهمند که تاجیکستان جای توریستی است، جای است که ارزش آمدن اینجا داره. یعنی به اینجا که بیان برای سفر بیان، برای خوشی بیان، واقعا عالی. در اتمام صحبت انامی مخلصان شما بسیار میخواهند که یک سرودی است که باور میکنید در کدام کوچه و بازار و خیابان نروید، انامون سرود شما زمزمه کرده می شود. سرود با نام زیم زیم زیم. بسیار ما خواهش میکردیم که برای مخلصان خود یک 4 مصرع انامون سرود را زمزمه کرده باشه. اتفاقا آهنگ زیم زیم ما ریمیکسش رو جور کردیم، فعلا در بازار نامده. او آهنگ انشالله در کنسرت خود اجرا میکنیم و زیم زیم حتما پروگرام می باشه دیگه. کجکی ابروید نشه گشتم است، چکنم افسوس مال مردم است. زیم 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 زیم. تشکر زیاد بگذار. آواز شما صدایتان خسته نباشد. در اتمام صحبت به شما در انامین جاده‌ای که در جاده هم صنعت و هم در جاده بیزنسی که شما خودتان خیلی که گفتید، ما همیشه کامیابی برار آرزومندیم. بگذار باز هم به قله‌های از این هم بلندتر شما رسیده باشید و ما امیدوار هستیم که همین تشریف شما به دوشنبه این آخرین نباشد. البته باز بیایید. همیشه در دوشنبه برای صنعتکارانی البته همزبانان باز است، برای شما باز است. بار دیگر شما رو به تاجیکستان به دوشنبه خوش آمدید میگوییم. عزیزم تشکر از شما. سلامت باشید. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام صحبت و یادآور میشویم که هم صحبتی ما بودن یکی از سراینده های بسیار هم دوست داشته ترین فارس زبان، البته ولی اجازی. بخش های دیگری ما